салому алайкум, бачаҳои зебои ман, бачаҳои афсонадӯсти ман. Ман имрӯз боз барои афсонагӯӣ фурсати афсонагӯӣ фаро расид. пеш аз оғози афсона дар иҷрои хонандаи мактаби рақами 73 шаҳри Самарқанд Нозиябону Олтинова шеър шунавед. марҳамат нозияҷон. مادرجانم مادرم خیلی دستت می‌دارم برایم تو یگانه فیضی این در خانه سحر خیزی مادرم باغچه بری دادرم حولی رو بیشتابان آش میپزی دوان تازه روی به بازار برداری باری بسیار باور بکن مادر جان از همه خودت جاکن از دادایم خودت زر از اکایم خودت زر همیشه باشی جوان پیر نشو مادر جان بیا بسم از ریت بیا بسم از میت لیک از جایم نجنبان خودت رفته بیار نان. آفرین نازیبانو برای شعر زیبا. و اینک آغاز میکنیم به افسانه. من امروز برای شمایان افسانه راستگوی را نقل میکنم. بچه های عزیز، در یک زمان در یک مکان در یکی از شهرهای دور یک پسر بچه بود. پسر بچه دزدی میکرد. روزی از روزها وی دزدی کرد و دستگیر شد. از آن که او خیلی خرد بود و او جزا ندادند، ولی به نزد قاضی آوردند که به او نصیحت کند. قاضی با پسر بچه خیلی صحبت نمود و در باره دزدی اش یگان دهن سخن نگفت. در آخر صحبت قاضی به پسر بچه نصیحت کرد که وعده دهد هیچگاه گپی دروغ نزند و دزدی نکند. پسر بچه هم وعده داد. همین طور از بین یک چند روز گذشت. پسر بچه که به دزدی ایستاده نمیتوانست، روزی از روزها برای باز دزدی کردن با همین مقصد به بازار می آید. در نزد دروازه بازار قاضی را می بیند که در دستش بارخلطه وزنین داشت که از بازار بازاری کرده می برآمد. قاضی هم پسر بچه را دیده حال و احوال پرسید و در اینجا چیکار کرده ایستاده ای؟ گفته پرسید. پسرک البته با مقصد دزدی آمدنش را گفته نمیتواند کو. برای همین من هم به بازار برای بازار کردن آمدم. به خانه این و آن که خریده می روم. گفت. همین طور قاضی با پسرک خیر و خوش کرد و رفت. پسرک باشد به فکر فرو رفت و دزدی نکرده در حقیقت بازاری کرده به خانهشان گرفته رفت. از بین باز 2-3 روز گذشت. وی باز خواست که به یگان جا رود و دزدی کند. از در برآمده ایستاده بود که مادرش او را دیده گفت. پسرم به کجا می روی؟ پسرک البته با مادرش باز به دزدی رفتنش رو گفته نمیتواند. بنابراین یک به بیرون رفته چرخ زده می آیم. مادر جان گفت و خودش از در برآمد و به فکر فرو رفت. به مادرم چرخ زده می آیم. گفتم من دزدی نمی کنم. نخسترش یک چرخ می زنم و می آیم. گویان در حقیقت کوچه را یک چرخ زد و به خانهشان برگشته آمد. همین طور پسرک به مقصد دزدی می برآمد و ولی به آدمان دیگر گپ می زد. گپی دروغ می زد. گپی دروغ زند هم از دزدی کردن می گشت. آهسته آهسته وی راستگوی شد و هیچگاه دزدی نمی کردگی شد. از پسرک
دزد و قلاب و دروغگو به پسرک راستگوی و راستکار و نیکوکار تبدیل یافت. بچه‌های عزیز، شمایان هم هیچگاه دزدی نکنید، هیچگاه دروغگویی نکنید که آن شمایان را شرمنده و شرمسار می نماید. همیشه راستگوی و راست قول باشید. با همین عزیزکانم افسانه‌ام به آخر رسید. من به همه شمایان خواب شیرین تمنا میکنم و خیر میگویم.